به نام خدا سلام. آقا والا بلا فرق میکنه که کی رئیس جمهور آمریکا بشه. اینجا میخوام براتون دو حزب دموکرات و جمهوری خواه آمریکا رو با هم یه بررسی خلاصه داشته باشیم تا ببینیم مثلا فرق میکنه رئیس جمهور آمریکا از کدوم حزبشون باشه یا اینکه فرق چندانی ندارن. خب میدونید نظام سیاسی آمریکا تشکیل شده از دو حزب دموکرات ها و جمهوری خواه ها. جمهوری خواه ها مثل ترامپ، بوش پدر، بوش پسر و دموکرات ها مثل هریس، بایدن، اوباما، هیلاری کلینتون و اینها. در تفکرات و ایدئولوژی اون رفتارهای اجتماعیشون دموکرات ها لیبرال های مدرن هستند، معتقد به گلوبالیسم و جهانی شدن و طرفدار رفتارهایی مثل سقط جنین، ازدواج همجنسگرایان و از این جور تفکرات. اما جمهوری خواهان لیبرال هستند، اما لیبرال های کلاسیک و سنتی تری هستند. تفکرات راست سنتی، مخالف سقط جنین، مخالف تفکراتی مثل همجنسگرایی و طرفدار خانواده هستند. ببینید همین یه نمونه تفاوتی که در ایدئولوژی و تفکر بین این دو تا حزب هست. وقتی که در آمریکا به عنوان هژمون غالب بر بسیاری از کشورهای دنیا رئیس جمهوری از هر کدوم از این احزاب روی کار میاد، در بسیاری از سیاست‌ها و رفتار اجتماعی و فرهنگی بسیاری از کشورها تاثیر می‌گذاره. اما در سیاست خارجه جمهوری خواهان طرفدار رفتار تهاجمی، گسترش ارتش و افزایش بودجه نظامی هستند. اما دموکرات‌ها مسائل رو طور دیگه‌ای حل می‌کنن. در ظاهر تنش رو کاهش میدن، اما در باطن تنش افزایش پیدا میکنه. سعی میکنن بر علیه اون هدفی که دارن یک اجماع سازی جهانی شکل بدن و از طریق ابزارهای دیگه مثل تحریم یا استفاده از پراکسی های نظامی به هدف خودشون برسن. یه مثال بزنیم، مثلا جنگ عراق و لیبی، این دو تا رو با هم مقایسه بکنیم. خب در جنگ عراق وقتی آمریکا حمله کرد، بزرگترین لشکرکشی قرن رو انجام داد به قول خودشون به خاورمیانه و عراق رو تصرف کرد. اما در لیبی چه کار کردن؟ یه روش جدید که گروه‌های مسلح و پراکسی‌های نظامی در داخل درگیر میشن و ناتو پشتیبانی هوایی میکنه. همون اجماع سازی که بهتون گفتم و آمریکا خودش در کنار به عنوان بازیگردان ایفای نقش میکنه که همین کار رو مثلا می‌خواستن در سوریه هم پیاده کنن، اما با سد محکم ایران و محور مقاومت روبرو شدن و شکست خوردن. ببینید چقدر تفاوت هست در اینکه حزب دموکرات روی کار باشه یا حزب جمهوری‌خواه. اما در مورد مسائل اقتصادی، خب دموکرات‌ها گلوبالیست هستن، طرفدار جهانی شدن و میگن یک دهکده جهانی هست و ما در رأس این دهکده داریم مدیریت می‌کنیم. اما ترامپ یک مرکانتیلیسته، یعنی سوداگرا، یعنی قدرت در درون آمریکا باید تجمیع پیدا کنه. یعنی همه سود فقط برای آمریکا. تمام قدرت باید در درون آمریکا تجمیع بشه. یعنی اقتصاد برگرده به آمریکا، شرکت‌ها و کارخانه‌های مختلف برگردن در درون آمریکا. خب برای این کار چه تصمیماتی میگیره؟ صادرات مواد خام به کشورهای دیگر رو ممنوع میکنه، فقط برای تولید داخل. برای صادرات فقط کالای تمام شده و آماده مصرف. از طرفی در واردات کالای تمام شده و آماده مصرف رو بهش تعرفه می‌بنده. اونا وارد نشن. اونا رو ما خودمون تولید می‌کنیم. هر چقدر از این مواد خام مصرف بشه اصلا مهم نیست. تمام معاهده‌های محیط زیستی رو زیر پا می‌ذاره. تمام مهاجرین و نیروی کار خارجی رو از کشور اخراج می‌کنه. از خروج نیروهای متخصص از آمریکا به خارج جلوگیری می‌کنه. ببین همه چی تجمیع میشه در خود آمریکا. هر کدوم از این تصمیمات دنیا رو زیر و رو می‌کنه. مثلا تعرفه بستن روی واردات کالاهای خارجی مثلا چین و اروپا به عنوان کشورهایی که بیشترین حجم تجارت با آمریکا رو دارن. مثلا اعلام می‌کنه که به کالاهای چینی می‌خواد 60% تعرفه ببنده یا مثلا تعرفه‌های سنگین به کالاهای اروپایی می‌بنده. خب صادرات این کشورها به آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد که این حجم تجارت رو باهاش دارن کلاً میره رو تراز تجاری این کشورها کلاً زیر و رو میشه. با همین تصمیم ممکنه که چین و اروپا تصمیم بگیرن به همدیگه نزدیک بشن و اینطوری روسیه میره هوا. ببینید یک تصمیم در دولت آمریکا چقدر میتونه روی تحولات و معادلات تمام کشورهای دنیا تاثیر بذاره. یا مثلا ترامپ گفته که جنگ اوکراین رو تموم می‌کنه. خب وقتی جنگ اوکراین حل بشه مسئلهش ولو موقت، تمرکز آمریکا روی ایران و چین بیشتر میشه. فشار بیشتری میاره. ببینید چقدر فرق میکنه. نکته بعدی، وقتی آمریکا اوکراین رو معامله میکنه، خب روسیه پیروز شده و کلی اومده جلو. امنیت اروپا زیر سوال میره. حالا اگر اروپا تصمیم بگیره که بدون کمک آمریکا به جنگ با روسیه ادامه بده از طریق اوکراین، باز این تنش انرژی با روسیه رو داره و باز احتیاجش به غرب آسیا بیشتر میشه و باز فشار رو به روی ایران و محور مقاومت بیشتر میکنه. ببینید همه اینها تبعات یک تصمیم در آمریکا. 2% نرخ بهره بانکیشو بیاره پایین یا ببره بالا، اقتصاد جهان رو تحت تاثیر قرار میده. ببینید اینها نمونه‌هاییه که برای متوجه بشیم تغییرات حزبی در دولت آمریکا چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در کل کشورهای جهان. خلاصه اینکه خیلی فرق میکنه که کی رئیس جمهور آمریکا باشه و از کدوم حزب باشه. نه تنها روی ایران بلکه در تمام کشورهای دنیا تاثیر داره. اما اینکه مسئولین ما مرتب این نکته رو بیان میکنن که برای ما هیچ فرقی نمیکنه که کی رئیس جمهور آمریکا بشه، این به نظرم درست تبیین نشده. به نظرم درست‌ترین تعریف رو رهبری داره از این موضوع که میگه سیاست‌های کلی آمریکا یه سری سیاست‌های دیکتاتوری و استعمار طلبانه هست، مثل دشمنی با مردم ایران. اینها ثابته، هیچ فرقی نمیکنه کدوم حزب حاکم بر آمریکا باشه.
این کاملا درسته، هیچ تفاوتی نمیکنه. اما رهبری میگه تفاوت این دوتا مثل تفاوت منافقه که خیلی آبزیرکاهه و مرموزانه کارش انجام میده و کافر که خیلی صریح و بی‌پرده کارش انجام میده. به نظرم این بهترین تعریف از این موضوع. ارادت.